دوستان دیگر سلام خسته نباشید. چرا انقدر پکری آقا؟ مخلصیم آرومت. چرا تو همیشه جوونه خنده‌رو و خوب و حالاش هم همینجوره. مسابقه است دیگه بالاخره. چیزایی داره توش. بالاخره زد و بندی هم توش داره. آره. شانس ماست دیگه. راضیم به رضای خدا، هر چی خدا. آقای عبدولی میدونی که مردم ایران چقدر برات واقعا پیغام دادن که عبدولی تو قهرمان مایی؟ دستشون در نکنه، دست همه رو میبوسم، ازشون ممنونم، تشکر میکنم ازشون. ولی خب اصلش اون چیزی بود که باز دست پر برمیگشتم که با همون کشتی که همه دیدن، کشتی برد 100% منو بازوندن. هیچ کی هم نبود صدا ما رو به کسی برسونه. اصلا نفسم برید اون موقع، اصلا نمی‌تونستم چیزی بگم. هیچ کی هم نبود دفاع کنه از کارم، یعنی نمیتونستن، هر کسی دیگه بود نمیتونست کار انجام بده. واقعا تصمیم گرفته بودن منو باخت بدن که به راحتی هم کارشون انجام دادن. مردم هم دیدن، خود کسایی هم که تو سالن نشسته بودن بعضیشون هم بلند شدن رفتن که حالا با داد و بیداد کردن و اینجور چیزا. ولی خب یک گذشت 4 سال از عمر ما هدر رفت. اونم یه همه زجر بدبختی که کشیده بودیم و تلاش مربیم که آقای ایرج اسفندیاری که اینجوری بی مدال برگشتم. میدونم حالا ته دلش ناراحت است، حالا شاید بگه بی خیالم این قضیه، ولی خودم این فکر رو نمی کنم. اذیت شدم، یعنی دوست داشتم. آقای عبدولی ولی مردم رو قبول داری که کارشناسای خوبی ان؟ دست مردم در نکنه، مردم همیشه یار و یاور ما بود، همیشه ما رو دعا کردن، دستشون در نکنه، دستشون رو میبوسم. ولی خب شرمنده شدم که نتونستم دست پر برگردم. یعنی توانم هر چی در توانم بود رو کردم، ولی دیگه شرمنده دشمن شماست و امیدوارم که همیشه موفق خوب باشی. تو کار خودت انجام دادی، هم دیدم. اینو برای دلتون نمیگم این واقعیتی که حالا بلافاصله از اینجا بری بیرون و بخونی مطبوعات و دنبال بکنی جراید رو و نظرات مردم رو میبینی که همینه. درسته. حالا من نمیدونم چی بگم. این زحماتی که من کشیدم هدر رفت. حالا باعثی برم گوشه خونه بشینم یه اون حسرت بخورم به خاطر این مدالی که نتونستم به دست بیارم. خیلی براش زحمت کشیده بودم. ولی خب بازم از مردم ممنونم به پاس این لطفی که در حق من کردن. دستشون در نکنه، ممنونم. انشالله که ما رو هنوز تو دعای خیرشون ما رو هنوز دعا کنن که بتونیم کنار بیاییم با این قضیه، چون واقعا سخته. میدونم سخته، ولی آرزو میکنم که به حالت اولت برگردی. تو میتونی به کشتی خیلی کمکایی بکنی که وجودت لازمه که باشی. با امید